شرح محتوای مهمترین رویدادهای روز از شبکه اطلاعاتی جهاننما. این ساعت در استودیو با شما سفرخوجا رضازاده. 14 سپتامبر پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف برای اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. 14 سپتامبر پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توکایف برای اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توکایف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. 14 سپتامبر همچنین پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف برای اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. 14 سپتامبر پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر ژاپاروف برای اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر ژاپاروف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. 14 سپتامبر پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیوف به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیوف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. 14 سپتامبر در بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف که جهت اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال به تاجیکستان تشریف آوردند ملاقات کردند. در رفت ملاقات مجموعه مسائل شریکی استراتژی و همپیمانی کشورها همچنین روزنامه چهاربینی‌های سطحی عالی که روزهای 14 و 15 سپتامبر در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می‌گردند مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل مبرم رابطه‌های دو جانبه، همکاری در ساحه‌های افزایش تجارتی و اقتصادی از جمله امکانیت‌های افزایش حجم گردش مال را محاکمه کردند. از رابطه‌های ثمربخش دایره‌های صاحبکاری دو کشور و نتیجه‌های فورم صاحبکاران تاجیکستان و قزاقستان که چند روز پیش در تاجیکستان برگزار گردید اظهار قناعتمندی کرده شد. در رفت ملاقات همچنین عاید به دیگر مسائل مورد توجه طرفین گفتگوی سودمند صورت گرفت. 14 سپتامبر در بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر ژاپاروف که جهت اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی به تاجیکستان تشریف آورده است ملاقات کردند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان اظهار اطمینان کردند که نتیجه‌های همایش سران دولت‌های آسیای مرکزی بر رشد روندهای مثبت در منطقه ما مساعدت مؤثر خواهند کرد. ضمن ملاقات جانب‌ها به مسئله رشد مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و قرقیزستان که به رشته‌های چندین نسله دوستی و همسایگی نیک هم پیوندند توجه ظاهر کرده از ادامه مکالمه منتظم سیاسی بخصوص در سطح عالی جانبداری نمودند. ضمن ملاقات جانب‌ها همچنین عاید به موضوعهای علیحده منطقوی و بین المللی مورد توجه گفتگو انجام دادند. 14 سپتامبر در بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف که جهت اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارال به تاجیکستان تشریف آوردند ملاقات کردند. در رفت ملاقات مجموعه مسائل همکاری تاجیکستان و ترکمنستان و روزنامه همایش‌های سران
دولت‌های آسیای مرکزی که روزهای 14-15 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌گردند بررسی گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرزیدنت ترکمنستان را به تاجیکستان خیر مقدم گفته اظهار اطمینان کردند که نتیجه‌های واخوری‌های در پیش ایستاده عامل تحکیم همکاری‌های داخلی منطقوی خواهند شد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل همکاری در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی از جمله افزایش حجم گردش مال و رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری را بررسی نمودند. برای رشد رابطه‌های تجارتی و اقتصادی ضرور شمرده شد که فعالیت کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان جان‌ناک کرده شود. در رفت ملاقات جانب‌ها همچنین عاید به دیگر مسائل‌های مورد توجه تبادل اندیشه نمودند. 14 سپتامبر در بوستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف که جهت اشتراک در واخوری پنجمی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارل به تاجیکستان تشریف آوردند ملاقات کردند. در رفت واخوری جنبه‌های مبرم همکاری جانب‌ها در دایره شریکی استراتژی و همپیمانی دو کشور اینچنین مسائل‌هایی که با روزنامه چهاربینی‌های سطح بلند در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه وارد گردیدند مورد بررسی قرار داده شد. سرور دولت با قناعتمندی تاکید داشتند که مناسبت‌های بین کشورهای ما در همه سطح‌ها جریان بلند رشد دارد و اظهار اطمینان کردند که نتیجه‌های واخوری‌های در پیش ایستاده به انکشاف من بعده آنها مساعدت مؤثر خواهند کرد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل‌های تحکیم همکاری کشورها را در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر بخش‌های افضلیت‌ناک محاکمه نمودند. با جانب ازبکستان جهت دستگیری تلاش‌های تاجیکستان در ریاست واخوری پنجمی مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارل اظهار سپاس کرده شد. در رفت ملاقات پرزیدنت‌ها اطراف مسائل‌های علاهیده منطقوی و بین‌المللی مبادله افکار انجام دادند. Я с гордостью говорю, что все, что по активной встрече по МПСА за последние председательства Таджикистана очень много сделано. Я искренне вас поздравляю. Я еще раз поздравляю с Днем независимости. Вот 9 сентября мы все под вашим руководством очень много сделано, и мы как близкие соседи всегда радуемся вашим успехам. 14 سپتامبر در بوستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیوف که همچون مهمان فخری در واخوری پنجمی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی اشتراک می‌نماید ملاقات نمودند. در رفت ملاقات مجموعه مسائل همکاری دو جانبه تاجیکستان و آذربایجان بررسی گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مهمان عالی مقام را به تاجیکستان خیر مقدم گفته اطمینان کردند که اشتراک رهبر جمهوری آذربایجان در کار همایش سران دولت‌های آسیای مرکزی عامل رشد مناسبت‌ها بین کشورها خواهد گردید. جانب‌ها ضمن ملاقات با مسئله تطبیق توافقات ضمن سفر دولتی پرزیدنت جمهوری آذربایجان به تاجیکستان ماه می سال جاری به دست آمده تحکیم رابطه‌ها در ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر بخش‌های برای جانب‌ها سودمند توجه ظاهر کردند. در رفت ملاقات همچنین مسائل‌های علاهیده روزنامه منطقوی و بین المللی مورد محاکمه قرار گرفتند. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Спасибо, что приняли наше приглашение участвовать на саммите консультативном совете государства координации. Спасибо, уважаемый Имамалий Шарипович. В первую очередь хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие в важном мероприятии в качестве почетного гостя. Я это очень высоко ценю. Для меня большая честь принять участие в таком важном мероприятии. И особенно приятно вновь посетить прекрасный город Душанбе. با رسیدن دیگر خبرها شما را در نزدیکترین فرصت آشنا خواهیم کرد. با شبکه جهانما بمانید.